پایان عمر ارائه شده در کانال به سوی آگاهی. بازبینی عیار کردن مجدد بدون تردید باعث خواهد شد که خیلی از چیزها متحول شوند و تغییر یابند. همان گونه که قبلا نیز بیان کردم، بسیاری از نتایج منفی حاصل از تغییرات و تحولات از عملکرد و کنش و واکنش حکومت‌های کنونی به بار خواهد آمد که بالطبع جوامع را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشورهایی که دارای اقتصاد خودپایه و خودمحور بوده و تعادلی را در میان عرضه و تقاضای جامعه از حیث اقتصادی ایجاد می‌کنند، بیش از بقیه تأثیر خواهند گرفت. رهبران کشورهایی که دارای حالات نامتعادل در سیستم اقتصادی خود هستند و به عبارتی مجموعه‌ای از توانایی‌های اقتصادی را داشته و بخشی از نیازهایشان را از سوی کشورهای دیگر تأمین می‌نمایند، به ناچار در صدد کشف و کسب راه‌های مسالمت آمیز و مودت‌گونه با دیگر کشورها خواهند بود تا بتوانند نیازهای خودشان را تهیه نمایند و متقابلاً نیازهای دیگران را تأمین کنند. این رابطه متقابل باعث خواهد شد که آنها در هر زمینه‌ای به مسالمت و دوستی روی بیاورند. اگر انسان‌ها که هر کدام به نوبه خود عاملی از عوامل رابطه اجتماعی انسانی محسوب می‌گردند، نتوانند به خوبی با همدیگر سازگاری داشته و دوستانه رفتار نمایند، مسلماً افتراق و دوری میانشان پدید خواهد آمد و در نتیجه چنان دچار قهقرایی و شکست خواهند شد که باور کردنش مشکل است. در نگرشی کوتاه و اجمالی به تاریخ گذشته خودتان با نمونه و شواهد زنده‌ای مواجه می‌گردید که انسان‌ها در دوری و دشمنی با همدیگر دچار مشکل شده و جنگ‌های سختی در میانشان پدید آمده است. انسان‌هایی که در دنیای پیشرفته زندگی می‌کنند و به عبارتی در جوامع توسعه یافته از امکانات بیشتری بهره می‌گیرند، بایستی بیش از دیگران متوجه این قضیه باشند. زیرا کشورهای عقب مانده و در حال توسعه که بارها و بارها رنج نداری، فقر، فلاکت و نیازمندی را چشیده و در نتیجه راه رهایی از دشواری‌های اقتصادی را در نظم و تعادل بخشیدن به سیستم اقتصادی خویش دیده‌اند، روزی به قدرت خواهند رسید. زیرا با تدابیر عاقلانه‌ای که پیرامون مسائل اقتصادی اتخاذ خواهند کرد، سیستم سیاسی و اجتماعی آنها نیز تأثیرپذیر از آن شده و به نهایت راه ترقی و قدرتمندی را پیش خواهند گرفت. انسان‌هایی که در کشورهای مرفه و با اقتصاد پیشرفته زندگی می‌نمایند، زیاد به قدرت پولی خود اطمینان نداشته باشند. تلاش نمایند که قدرت اقتصادی فردی را به صورت قدرت اقتصادی اجتماعی تبدیل نمایند و تا می‌توانند به صورت پایاپای با یکدیگر و حتی کشورهای دیگر رابطه اقتصادی داشته باشند. سازمان‌های اقتصادی و یا بخش‌های پولی هیچ ضمانت اجرایی و عملی در تضمین رفع بحران‌های شما نمی‌توانند داشته باشند. از سیستم دولتی خارج نشوید و اقتدار ملی را که تمثیلی از اقتدار ملی است به صورت اقتدار خصوصی ظاهر نسازید. زیرا خصوصی سازی سیستم اقتصادی شما باعث خواهد شد که فردگرایی اقتصادی در میان شما حاکم گردد و نفع پرستی شخصی و جناحی جامعه را پریشان سازد که این به زیان شما انسان هاست. در چنین شرایطی از همدیگر فاصله خواهید گرفت و مسابقه خطرناک و ناسالمی در میان انسانها پدید خواهد آمد و ریشه عشق و دوستی خواهد خشکید. اگر تصمیمات خاصی در جامعه محقق می‌سازید، از هر جانبی آن را بررسی کنید و بیشتر اهدافتان جنبه ملی داشته باشد و به صلاح و خیر مملکت فکر کنید و برنامه‌ریزی نمایید. اگر ملیت‌های مختلفی در میان شماست، به اصول و احکام آنها نیز با دیده احترام بنگرید. اگر دارای اقلیت‌های خاصی در جامعه خود هستید، با خوشبینی به آنها بنگرید و حقوق آنها را نادیده نینگارید و بگذارید آنها احساس نمایند که هیچ تفاوتی میان شما و آنها وجود ندارد، چرا که در چنین صورتی به راحتی خواهید توانست هر چیزی را سازماندهی کرده و به اهداف غایی خود نایل آیید. موارد یاد شده در واقع پیشنهادات حقیقی هستند که می توانند شما را در برابر خطر مصون بدارند. انسان از دیرباز بیش از هر چیزی برای زنده ماندن و دوام بقای خود تلاش کرده است و از این رو حفظ آرمان انسانی از مهمترین مسائل به شمار می رود و برای تضمین آرمان مجبور به اطاعت از پیشنهادات من هستید.
البته در میان صفحات تاریخ بشری اخبار و رخدادهای مثبتی نیز به چشم می‌خورد. در سال 1989 انسان بدون اینکه دخالتی از سوی کرایون‌ها صورت بگیرد، خود مسیر تحول و تکامل را پیش روی گرفته است. این تاریخ در واقع نمونه‌ای از رستگاری و درست‌وگیری انسان محسوب می‌گردد. زمانی که من کرایون خواستم به نوعی با مدیومی خواسته های خودمان را بیان دارم، چنان شما انسان‌ها را در تحول و سیر خط مثبت دیدم که لزومی در بیان خواسته های خود ندیدم. شما در تمامی جهان به سوی تحول و دگرگونی روی می‌آورید. شما نمونه‌های زیبا و شگرفی را از دانش و آگاهی عرفانی و معنوی به نمایش می‌نهادید. از این بابت باید شما انسان‌ها را مورد تبریک و تقدیر قرار داد. دلیل این پیروزی و موفقیت جهانی انسان‌ها در 3 چیز نهفته بود. 1. آرزو و طلب خوشبینی. 2. تقاضا و تمایل به صلح و آشتی و دوستی. و 3. از بین بردن عوامل و موانعی که باعث می‌شوند انسان‌ها و جوامع از یکدیگر دور شوند. آیا حضور و آمدن من در سالی که با قدرت و انرژی مغناطیسی عدد 9 توأم است، چیزی را برایتان مشخص ساخت یا نه؟ آیا هیچ به این مسئله توجه کردید؟ عدد 666 با اسرار موجود در خودش این موضوع را بیان داشته است. کسانی که به قدرت تمایز و تجزیه و تحلیل آشنایی و وقوف داشتند، دقیقاً می‌دانستند که روزی من در میان شما انسان‌ها خواهم بود و حضورم را آشکار خواهم ساخت. شما در سالی که تحول خویش را ادامه می‌دادید، شاهد جنگی شدید که از سوی فردی نامتعادل و با نیرو و قدرت اندک اتفاق افتاد. این جنگ را با نام جنگ خلیج فارس می‌شناسید. اگر خواستگاه همه مردم در راستای ثبات صلح و آرامش نمی بود، این جنگ از حالت میان دو دولت به جنگ منطقه‌ای و در نتیجه جنگ جهانی بدل می‌گردید. همت و تلاش همه جوامع انسانی برای از بین بردن راه‌های جنگ و یافتن طرق کسب آرامش در واقع تلاش و کوشش جهانی بود که به نتیجه رسید. کسی که باعث بروز این جنگ شده بود فردی به حساب می آمد که از لحاظ قدرت و انرژی ادراک در حالت نامتعادل و نامتوازن قرار داشت. آن شخص در برابر تحولات و تغییراتی که در شبکه مغناطیسی عارض می شد از توانایی اندکی برخوردار بود و از این رو در برابر هر کسی واکنشی نشان میداد و نمی توانست رابطه خودش را با کسان دیگر برقرار نماید. این همان موضوعی است که می خواهم بر روی آن تأمل کنید. اگر این گونه انسان‌ها در میان جوامع رشد یابند، بسیاری از انسان‌ها جان خود را از دست خواهند داد. همان گونه که در آن جنگ هزاران هزار انسان به طور بیگناه از دنیا رفتند. چنین نتیجه منفی حاصل نگرش منفی و رفتار یک فرد است و اگر این نگرش حالت جامعه‌ای و یا طبقاتی داشته باشد و از سوی دولت‌های مختلفی انجام پذیرد، آن زمان نابودی زمین و زمینیان محقق و حتمی خواهد شد. این افراد و مشابه آنها انرژی منفی را از اژدهای انرژی می‌گیرند و این افراد هستند که خرافی و منحوس بودن عدد 666 را تقویت می‌نمایند. رابطه عشق و دوستی. عشق نیرو و قدرت است. کلمات و واژه‌های مورد استفاده شما از بیان ماهیت اصلی و پیام موجود در بطن این مفهوم ناتوان و عاجز است. شاید به ظاهر معنای آن را بتوانید درک کنید، ولی کلمه‌ای که برای احساس عظیم چون محبت و عشق به کار می‌برید بسیار ناقص‌تر و کم‌رساتر از اصل آن است. عشق و محبت تنها یک کلمه و یا احساس ساده نیست. عشق و محبت منبع اصلی نیرو و قدرت است. عشق انرژی است. شما می توانید آن را صدا بزنید، آن را باز و بسته کنید، آن را ذخیره نمایید، آن را متظاهر سازید و یا برای استفاده از چیزهای دیگری از آن بهره گرفته و واسطه اصلی قرار دهید. عشق و محبت همیشه وجود دارد و هیچگاه شما را به ناکامی سوق نمی دهد و تنهایتان نمی گذارد. هیچگاه از عشق و محبت نتیجه منفی کسب نمی کنید و ضرر و زیانی عاید انسان نمی شود. عشق و محبت وعده کائنات و هدیه خلقت است که به شما داده شده. عشق تنها رابطه مشترک و پیوند دهنده همه موجودات در عالم است. دیگر زمان آن فرا رسیده است که آن را به خوبی درک کنید. زیرا بدون عشق و محبت در خسران فانی و باقی خواهید بود. هم در این جهان و هم در جهان آخرت دست خالی باقی خواهید ماند. من این پیام مقدس و واقعی را به همه شما انسان‌ها می‌رسانم که این توصیه الهی است.
شما از ابتدای آفرینش با این نعمت آشنا شده اید و به شما هدیه شده، زیرا عشق از منشأ و مبدأ خلقت و آفرینش سرچشمه گرفته. به شما اجازه درک و احساس آن داده شده و این حق مسلم شماست. برای اینکه درک منبع حقیقی از عشق و دوستی و محبت داشته باشید، آن را به نام منبع خدایی معرفی کرده و نام خواهم برد. در این واژه همه آنچه که دارای ماهیت عشق و دوستی و محبت است جای می‌گیرد، زیرا عشق اصلی و واقعی اوست و آنچه هیچگاه و در هیچ شرایط و هیچ زمان و مکانی تغییر نیافته و از مقدار عشق و محبتش کاسته نمی‌شود و تمنای رابطه متقابل و یا طلب خاصی ندارد، خداوند است. او تنها دوست دارد و به غیر از دوستی و عشق ورزیدن به چیزی نمی‌اندیشد. از عشق اوست که همه چیز خلق شده است. عشق اوست که همه را به نظم و قاعده درآورده است. اوست که می‌خنداند و شکوفه خنده را بر لبان شما آشنا ساخته است. او آکنده از عشق و دوستی است. حتی به دشمنانش نیز به دوستی می‌نگرد و می‌داند که عشق و دوستی راه حل همه دشواری‌ها و سختی‌هاست. او قادر و تواناست، ولی بیش از اینکه به قدرت خویش متوسل شود، به قدرت انرژی عشق پایبند است و آن را تقویت بخشیده و در انسان‌ها نیز تقویت آن را می‌طلبد. زیرا که با تقویت عشق تمام مصایب، ناگواری‌ها، سختی‌ها و دشمنی‌ها از بین می‌رود. شما هر زمان می‌توانید انرژی و قدرت و عشق او را ببینید. زمین عشق اوست که به شما بخشیده شده. نعمات متفاوت عشق او به شماست. وجودتان، اعضا و جوارحتان، غرایز و احساساتتان که از آن لذت میبرید تماما عشق و انرژی اوست. او را در هر شرایطی بخواهید و بخوانید، یقین بدانید که انرژیش به شما میرسد. همیشه انرژی خود را در کنارتان قرار داده است. فراخوانی عشق الهی تنها با زبان و دهان ممکن و مقدور نیست. با احساس و رفتارتان نیز میتوانید انرژی مورد نیاز او را فرا بخوانید. او حقیقت محض است و هر آنکه او را بخواند پاسخ مثبتی دریافت خواهد کرد. این که میگویم پاسخ مثبتی دریافت خواهد کرد دلیل دارد. زیرا خداوند آنچه را که شما میطلبید با قاعده و انرژی عشق و دوستی همراه کرده و تشخیص میدهد. اگر مخالف با قاعده و اصول عشق و محبت باشد، آن را بی پاسخ خواهد نهاد و در عوض چنان عشق و محبتی به شما خواهد داد که شما خود متوجه به خواسته نادرست خویش خواهید شد. انسان‌هایی که دارای تعادل روحی و انرژی معنوی هستند، به راحتی می‌توانند با خدای خویش رابطه برقرار نمایند و همیشه در معرض میدان انرژی آن باشند و از این رو خواسته‌هایشان به طور پیوسته مستدام است. شاید به نظر برسد که خداوند میان انسان‌ها تفاوت قائل می‌شود، ولی این گونه نبوده و او همان گونه پاک و منزه از هر عیب و نقصی است. در رابطه‌اش با آفریده‌هایش پاکی و نزهت را می‌پذیرد. او دوگانگی نمی‌طلبد، ریا ندارد، انرژیش دگرگون شده نیست، رنگ‌های متفاوتی ندارد. او نور است و نورش سفید و به براقی هر آنچه که تصورش را بکنید. او به غیر از این را خارج از حیطه و میدان انرژی عشق و محبت دانسته و بهایی به آن قائل نیست. به همین خاطر در طول زمان پیوسته به شما انسان‌ها گفته ایم که در هر کاری صادق و پاک و منزه باشید. یکی آن را با نام رهبانیت پذیرفته و معنا کرده، دیگری آن را زهدانیت دانسته و آن یکی نام تقوا پیشگی را به آن نهاده. در هر حال هر کاری که بدون ریا، تزویر، دروغ، دورنگی باشد عشق و محبت است و صاف و صیقلی به حساب می آید و آکنده از نور و انرژی خدایی است. اگر این گونه باشید همیشه انرژی شما دوچندان خواهد شد. هیچ راهی برایتان محدود نبوده و هیچ دری برایتان مسدود نخواهد بود. با عشق و محبت و دوستی شاه کلید هر موفقیتی را کسب خواهید کرد. اگر با عشق و انرژی آن باشید چه تحولاتی در زندگی شما ایجاد خواهد شد؟ این سوالی است که باید پاسخ داده شود. تغییر و تحول. شما برای اینکه بسیاری از مشکلات سیاره خودتان را حل نمایید نیازمند انرژی عشق و دوستی هستید. شفای تمامی دردهای شما در عشق و انرژی آن نهفته است.
زمانی که به سوی عشق حرکت کنید و به جای اهمیت دادن به اصالت‌های فردی، به اصالت‌های اجتماعی بیشتر ارزش قائل شوید و ارجحیت‌های عمومی را بر ارجحیت‌های شخصی برتری دهید، زندگی و سعادت ابدی خویش را تضمین کرده اید. شما به سان سایر موجودات در روی زمین و کائنات نیستید. اگرچه دیگر موجودات نیز به سان شما دارای روح هستند، ولی روح آنها به اندازه شما عشق و محبت را درک نمی کنند و نمی توانند تجزیه لازم را بنمایند. شما با درک عشق و محبت به چنان درجه‌ای از تعالی می رسید که فراتر از هر چیزی است. راز و نیایش، مدیتیشن و تمرکز فکری از راه‌های کسب انرژی‌های عشق و محبت است. سرچشمه عشق و محبت هیچگاه با ظلم و ستم روا داشتن همسانی و همخوانی ندارد. برای تمرکز فکری و یا مدیتیشن نیاز به این نیست که جسم و روح خود را عذاب دهید. روح شما حساس است و ارزش تعالی دارد و نه اینکه سرکوب گردد. به همه چیز عشق بورزید و دوست داشته باشید. چیزی را با دید منفی ننگرید و بگذارید منفی یا مثبت بودنش را خود آشکار سازد و نه اینکه شما قضاوت کرده باشید. این کار به مانند عملی است که شما وقفی یا سازمان خیریه‌ای را تأسیس می‌کنید و به آنهایی که به شما مراجعه می‌نمایند بدون در نظر گرفتن گذشته آنها و یا بررسی اعمال و دلایل فقر و نداریشان به راحتی کمکشان می‌کنید. حال این فرد چگونه از کمک شما بهره خواهد گرفت و به نان و نوایی خواهد رسید بستگی به خودش دارد و استفاده منفی و یا مثبت را عملکرد فرد نشان می‌دهد که در صورت سوء استفاده از تداوم نعمت محروم خواهد ماند. پس مثل منبع انرژی عشق در عشق ورزیدن صاف و یکرو و صادق باشید. آموزگاران عشق. به انسان‌هایی که در میان شما به عنوان انسان‌های متعادل شناخته می‌شوند دقت نمایید. در طول تاریخ زیست شما انسان‌ها، کرایون‌های متفاوت بارها تلاش کردند که چنین انسان‌هایی را به نحوی مورد حمایت قرار دهند و این حمایت از روی تبعیض نبوده است، بلکه حاصل صداقت و موقعیت آنها بوده و سبب شده که در حمایت از آنها باشیم. این انسان‌ها را شما به عنوان آموزگاران خود می‌شناسید. همانند اینها بسیار هستند و حتی در شرایط کنونی نیز زندگی می‌نمایند. اما آموزگارانی که شما آنها را بعضاً با نام رهبران دینی و یا پیامبران شناخته اید، به دلیل برخورداری از امتیازات روحی و عقلی و حتی جسمی و در برگرفتن مأموریت‌های الهی از دیگر آموزگاران متفاوت هستند و فراتر از آنها قرار دارند. ولی در اصل راهی که آموزگاران امروزی به شما نشان می‌دهند همان راه پیامبران است. این آموزگاران برخلاف عشق الهی عمل نکردند. آنها با گفته‌ها و اعمال خویش ثابت کردند که عشق الهی ارزشمندترین ثروتی است که انسان از آن برخوردار می‌باشد. آنها راه‌های انتقال سریع عشق و انرژی آن را به قلب و روح نشان دادند. آنها بدون آنکه تمایزی قائل شوند، همه را به یک چشم دیدند و این قاعده اصلی عشق است. آنها حس شما را شناختند و از آن راه انرژی را به شما معرفی کردند. به همین خاطر وظایف آنها میلیون‌ها سال طول کشیده است. سرانجام شما منشأ و منبع اصلی انرژی عشق را فهمیده اید. امروز اگر به آن توجه نکنید، تقصیر شما بیش از آنها نیست که به مانند و اندازه شما عشق را نشناخته بودند. خوشبینی در گذشته شاید به اندازه امروز معنا و مفهوم کلی نداشت. ایثار کردن آنگونه که امروز معنا دارد شاید در گذشته به آن اندازه نبود. تعادل عشق اینک که برای انسانها شناخته شده است، در گذشته به آن اندازه معروف نبود. تجزیه میان روح و جوانب آن که امروز برای انسان آشکار است، در گذشته برای انسانها شناخته شده نبود. از این رو انسان امروزی هیچ راه بهانه تراشی ندارد تا از عشق بگریزد. مجبور به رعایت قوانین عشق و دوستی است و هر آنکه مخالف آن عمل کند، در ابتدای امر خود دچار زیان و خسران خواهد شد. نکته مهم: هان، شما آموزگارانی که به نام واسطه های عشق و منبع الهی خودتان را در میان انسانها تلقی کرده اید، باید به هوش باشید که دروس شما برای همیشه ماندگار و کارآمد نخواهد بود. تصاویر و نقشه های شما دیگر با مختصاتی که ترسیم کرده اید نخواهند توانست چون داده منطقی در ذهن انسانها جای گیرند. عشقی که شما از آن بهره جسته و بر قشری از انسانها حاکم شده اید، عشق جاودان نیست. زیرا در عشق شما صافی و صیقلی و صداقت وجود ندارد و به تدریج از انرژی و نور آن کاسته خواهد شد.
مادامی که انرژی عشقی صاف و صیقل نباشد، قادر به شارژ کردن مجدد عشق موجود در قلب خود نبوده و نخواهید توانست بازتاب آن را به دیگران انتقال دهید. انسان امروزی حقایق را به خوبی درک می کند. می داند که هر اندازه به پیشرفت برسد به همان میزان نیازمند عشق واقعی است. هر اندازه که عشق واقعی را کسب و درک کند به همان میزان چشم بصیرت وی بر حقایق باز خواهد شد و امکان سلطه‌گری شما ممکن نخواهد بود. پس هوشیار باشید که بدون از دست دادن توانمندی‌های خود جایگاهتان را تثبیت نمایید و با توسل به منبع انرژی و عشق واقعی به سوی درستکاری، درستگویی و درستپنداری گام بردارید. در هر لباس و موقعیتی که باشید و از هر قدرت و توانمندی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار باشید، بدون عشق الهی موفق به بقای خود نخواهید بود. جاودانه است عشق الهی و جاودانه باد برای همیشه. اکنون زمان امتحان کردن و آزمایش عشق واقعی فرا رسیده است. اکنون نه تنها وجودتان که قلب و روحتان نیازمند انرژی عشق الهی است. هر اندازه که آن را حس کنید به همان میزان احساس آرامش کرده و شرایطی را که به وجود آورده اید از آن لذت خواهید برد. همان گونه که از بعد به خلقت کرایون‌ها در سپاس و قدردانی و تمجید شما بودند، با کسب عشق الهی باز مورد تقدیر و تشویق آنها خواهید بود. خداوند در کنار شماست. من کرایون پیام خود را ابلاغ کرده و وظیفه‌ام را به انجام رساندم. همه شما را به نام خداوند که مظهر عشق و دوستی است ترک می‌گویم و از صمیم قلب همه تان را دوست دارم. پایان این بخش.